بیشتر حالت صداناب یا هم صدا میگیرن. فاطیما تحصیل خود را در دانشگاه از آموزش الفبای زبان تاجیکی شروع کرده است. او ماه نوامبر بر اساس کوتا استثنایی حکومت تاجیکستان به فاکولته فیلولوژی تاجیک داخل شده است. من مکتب را با روسی در قرقیزستان خواندم. خواهش زبان تاجیکی را آموختن داشتم. حالا حرکت میکنم تا این زبان را آموزم. در مجموع 100 نفر قرقیزتبار ناحیه مرغابی بدخشان به بخش‌های تاجیکی مکاتب عالی جلب شدند تا تحصیل زبان دولتی در این ناحیه به طور بهتر تغییر کند. فاطیما از جمله اولین نفران است که اصلاح وضع به دوش او و همراهانش گذاشته می شود. اگر همه این وقت را با ثمر استفاده برد، در مدت کوتاه من همچون استاد باوری دارم که زبان تاجیکی را با تمام نازکی‌اش از خود می‌کنم. فاطیما در روزهای اول تحصیل به کمک احتیاج دارد. به ترجمان نیاز داشت که همکورسان به امدادش رسیدند. من زبان قرقیزی رو میدونم، از اونهای قبادیان باستانی هستم. با اینها با زبان قرقیزی سخن میکنم و هر آن چیزی که اینا نمیفهمن من ترجمه میکنم. سخن میرونیم، دوگانه هستیم با اینها. بسیار دخترای شوخ و زور هستن. اعظم جان جوانی دیگری مرغابی میخواست از طریق مرکز ملی تستی دانشجو شود، اما بلی ضروری را نگرفت. دانشگاه مدفوری نهضت مجموع زرای درسشون همه زرای. از جانب حکومت تاجیکستان جدا شدن 100 کواتا برای جوانان مرغاب غیر انتظار بوده است. من حتی انتظار نداشتم که صاحب کواتا می شوم. دیرکتور مکتب زنگ زده گفت که شما برنده کواتا شدید. از آن روز آگاه شدم که من دانشجو می شوم. نگرانی مقامات از این است که در ناحیه مرغاب و جرگتال که اکثر اهالیشان قرقیزتبارند، برنامه‌های دولتی به کندی پیش می روند. هدف از جلب دانشجویان مذکور که کوتا پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان و دانشگاه ملی تاجیکستان این آموزاندن آنها، آموزش آنها زبان و با نزدیک کناندن آنها با اصالت و فرهنگ زبان دولتی و زبان ملی تاجیکستان می باشد. جلب این گروه جوانان در حالی است که آنها دانش ابتدایی با زبان تاجیکی را ندارند. کارشناسان میگویند تنها این برنامه در صورت موفق می شود که زمینه‌های اصلی آموزشی در خود مرغاب گذاشته شود. فاطیما حالا در برابر آموزش زبان تاجیکی همزمان باید برنامه‌های تعلیمی را از خود کند. در صورت ندانستن زبان تاجیکی این دانش‌ها برایش امکان پذیر نیست. به هر صورت فاطیما امیدوار است که پس از 5 سال تحصیل همچون داننده زبان تاجیکی به مرغاب برمیگردد.